به نام خدا. عرض سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران گرامی. ذاکر نیا هستم از تعمیرات بردهای نوین. بردی که ملاحظه می‌فرمایید برد جک برقی درب‌ها هستش که برای باز و بسته کردن درب‌های منازل مسکونی، کارگاه‌ها و ویلاها استفاده میشه. این نوع بردها معمولاً دارای خروجی‌های AC هستند که به صورت چپگرد و همچنین راستگرد فرمان رو صادر میکنن. معمولاً تمامی درب‌ها دارای 2 لت می باشن، ولی بعضی از درب‌ها به صورت 1 لت استفاده میشه. برای همین توی این بردها معمولا میان چند تا رله میذارن برای اینکه فرمانهای چپ و راست به موتور صادر بشه و درب‌ها به صورت جداگونه باز و بسته بشن و همچنین تایم باز و بسته کردن هم کاملا قابل کنترل روی این بردها. موتورهایی که به این نوع بردها متصل میشن معمولا دارای 3 سیم خروجی هستند که 1 سیم مشترک میشه و 1 سیم برای باز شدن در و یکی هم برای بسته شدن در. زمانی که برد میخواد فرمان بده به این موتورها، رله مربوط به هر کدوم از موتورها که باز کردن یا بسته کردن باشه رو به ترتیبی که ذخیره شده توی حافظه‌اش فرمان رو صادر میکنه و درب‌ها رو باز و بسته میکنه. معمولا مشکلاتی که توی این بردها اتفاق میفته اتصال کردن موتورها یا اینکه فشار اومدن روی موتورها هستش که این فشار میاد خروجی مربوط به همون موتور رو روی برد از بین میبره و میسوزونه. بعضی از بردها بعد اینکه اتصالی اتفاق میفته یا فشاری ایجاد میشه، این اتصالی موجب میشه میکرو از بین بره، ولی در اکثر اونها به این صورت نیستش و قابل تعمیر هستن. معمولا در این بردها از 2 تا رله استفاده میشه برای فرمان دادن به موتورها. در پایی که این نوع بردها از این بردها برای باز بسته کردن درها استفاده میشه معمولا داره 2 لت هستن و نوع تکلتش هم انگار هست توی بازار، ولی به طور کلی همه درها 2 تا لت دارن که هر کدومش توسط یک رله مختص خودش روی برد فرمان بهش صادر میشه. وقتی که اتصالی توی خروجی اتفاق میفته معمولا اولین قسمتی که توی برد میسوزه فیوز قرار گرفته توی مسیر همون موتور هستش. بعد از اون فیوز میره قسمت رله های ما و بعد از رله ها میرسه به ترایاک های کم و زیاد کردن برد و بعد از ترایاک ها فرمان ها از طریق 2 تا اپتریاک انجام میشه. برد هایی که این نوع اپتریاک ها رو دارن معمولا آیسی شون ضربه یا آسیب آنچنانی نمیبینه و حتی در اکثر مواقع هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، ولی در بعضی از مواقع بعضی از آیسی ها میسوزه و قابل تعمیر نیستش دیگه این نوع بردها. خب همونجور که لازم فرمایید برای تست کردنش ما نیاز داریم که چند تا لامپ داشته باشیم که هر لامپ به جای انگار یک موتور قرار میگیره که حالا هر 2 تا لامپ به جای یک موتور، 1 لامپ برای باز کردن درب، 1 لامپ برای بسته شدن درب. یک سری خروجی دیگه هم هست که ملاحظه میفرمایید روی برد که این خروجی فلاشر نوشته روش. فلاشر برای اینه که زمانی که درب داره باز میشه به طور متوالی به چراغ روی درب فرمان میده و این چراغ که قرمز رنگ هست و نشانه هشداره شروع میکنه به چشمک زدن و روشن و خاموش شدن و نشون میده که این درب الان در حال باز شدن یا بسته شدنه. و همچنین ورودی های سنسوری هم داره که ملاحظه میفرمایید این قسمت ورودی سنسورها هستش که شما برای تست میتونید ورودی سنسورها رو به صورت جامپر قرار بدید. خب
یک سری چشمی ها هست که روی درب ها معمولا استفاده میشن و این چشمی ها زمانی که درب به انتهای بسته شدن یا باز شدن میرسه، این چشمی ها قبلش فرمان میده و برد دیگه فرمان رو متوقف میکنه. البته روی تنظیمات این نوع بردها معمولا میزان تایم باز شدن درب و بسته شدن درب هم تعبیه شده، یعنی چشمی ها به عنوان سنسورهای امنیتی عمل میکنن و ابتدا برد سر ثانیه مشخص خودش یا دقیقه مشخصی که واسش تعیین شده درب رو باز میکنه. چنانچه فرمان از طرف سنسورهای چشمی زودتر صادر بشه، این نشون میده که تایم به هم ریخته یا یک مانعی سر راه قرار گرفته یا یک مشکلی هست و برای همین درب متوقف میشه. در حقیقت چشمی ها رو برای امنیت بیشتر قرار دادن. خب ملاحظه میفرمایید این دوتا تریاک هستش که خروجی ها بهش متصل شده. من دوتا تریاک روی هم قرار دادم برای اینکه خنککاری انجام بشه. خود تریاک ها، قطعات تریاکی و ماسفت ها، اینا خودشون آلومینیوم دارن پشتشون. برای کارهایی که زیاد آنچنان نیاز به آلومینیوم خیلی یا یک هیتسینگ قوی نیست و تریاک اگه دقت کنید تنهای اینجا استفاده شده. ولی تریاکی که ملاحظه می‌فرمایید این تریاک BTA16 هستش که اینجا می‌بینید این تریاک BTA16 است، این تریاک هم BTA16 هستش. خب تریاکایی که جدید توی بازارش کیفیتشون پایینه، برای همین من اومدم یک دونه تریاک دیگر رو بهش لعیم کردم و یه خورده خنککاریش بهتر انجام بشه تا دیرتر بسوزه، چون تریاکای فابریک معمولا دچار سوختگی نمیشن مگه اینکه فشار خیلی زیادی بیاد. ولی تریاکایی که توی بازار هستن با توجه به اینکه کیفیتاشون پایینتر از نوع فابریک هست، این اقدام رو من انجام میدم برای اینکه بهتر خنک شه، هرچندم که بدون اون کار میکنه و مشکلی ایجاد نمیکنه. خب این مشکلی که این برد داشت دقیقا به همین صورت بود که فرمان ارور میداد و اصلا درب ها رو باز نمیکرد. وقتی که بررسی کردیم دیدیم به صورت یکسره فرمان ها صادر میشده، چون تریاک ها اتصال کوتاه شده، خروجی ها اتصال کوتاه شده و با تعویض اون مشکل رو برطرفش کردیم. این برد ها خیلی حساس هستن روی خروجی های تریاک و به گونه‌ای هست که زمانی که حالت اتصال کوتاه دارن و مشکلی ایجاد میشه، برد سریع از طریق فیدبک هایی که داره این قضیه رو میفهمه و اجازه باز و بسته شدن درب رو نمیده. خب این هم از این. خروجی ها هم که دو تا موتور داره که هر موتور 3 تا سیمه، یک مشترک و یک دونه باز شدن و بسته شدن و یک دونه خروجی فلشر و ورودی سنسورها یا چشمی های ما. امیدوارم واسهتون مفید واقع بشه. با تشکر.